درود بر تویی که راه آرامش و خرد رو برگزیدی. امیدوارم هر جایی که هستی قلبت صاف و ذهنت آروم باشه. این مدیتیشن که از ترکیب چند مدل مدیتیشن طراحی شده، Loving Kindness، Self Inquiry، Antarmona و دیگر مدیتیشن ها، اسمش رو گذاشتم مدیتیشن تولد. با این مدیتیشن سفر میکنیم به لحظه به دنیا اومدنمون و متوجه گذرا بودن همگی احساسات و احوالاتمون تا به امروز میشیم و به لحظه اکنون برمیگردیم و با نیت گذاری و شکر گذاری قلبمون رو باز میکنیم برای انرژی لحظه حال و نیتی رو که همیشه دوستش داریم رو میکاریم درون قلبمون و با تکرار این مراقبه این نیت رو آبیاری میکنیم و هدفمند و با انرژی بیشتر به تجربه زندگی زمینیمون ادامه میدیم. میتونید یک شمع رو روشن کنید و مقابلتون قرار بدین. تنفس به صورت شکمی و از راه بینی خواهد بود. یک جای آروم، ساکت که میتونه هر جایی رو که دوست داری رو انتخاب کنی. میتونه اتاقت، تراس خونه، طبیعت و هر جای دیگه که احساس راحتی رو داری اونجا بشینی برای مراقبه. و پوزیشن مناسب مدیتیشن که باهاش راحتی رو انتخاب کن. این حالت میتونه 4 زانو، لوتس، نیم لوتس یا روی صندلی یا به صورت دراز کشیده و خوابیده باشه. هر کدوم از این حالتها رو که داری مهم اینه بدن توی اون حالت راحت باشه. با صدای زنگ وارد مدیتیشن میشیم. با ذهنی آرام و با قلبی سرشار از مهرورزی، با ستون فقراتی راست و برافراشته، شانه ها به دور افتاده از گوش ها، سر و گردن در امتداد ستون فقرات. یک بار تمام عضلات بدن رو چک میکنم. عضلات سر، صورت، شقیقه ها، اطراف دهان، داخل دهان کمی ریلکس تر، یک پرده آرام تر. عضلات گردن، شانه ها، دست ها، کل نیمتنه بالایی، کمی آزادتر، یک پرده آرامتر. توجه میکنم اگر انقباضی هست اون رو رها میکنم.
عضلات لگن، پای راست، پای چپ، اگر انقباضی هست اون رو رها میکنه. به آرامی توجه میکنم به نفس کشیدن بدن. به دم که فرو میره و شکم که برمیاد و به بازدم که انجام میشه و شکم به جای اولش باز میگرده. دم، برآمدن، بازدم، برگشتن. با هر دم و بازدم آرام و آرام و آرامتر شد. یک دم عمیق شکمی و بازدم آرام. توجه میکنم به نفس کشیدن. دم، برآمدن، بازدم، برگشتن شکم. دم رو بگیر و حس کن هوای تازه وارد بدنت میشه. بازدم رو رها کن و بگذار هر سنگینی از تو هست جدا بشه. با هر دم زندگی رو میگیری و با هر بازدم گذشته رو بسپار به زمین. دم، برآمدن، بازدم، برگشتن شکم. حالا آرام سفری کوتاه به گذشته میریم. برو به اولین لحظه‌ای که پا به این دنیا گذاشتی. نور، گرما،
و آغوشی که تو را پذیرفت. کمی جلوتر بیا و سالهای کودکیت، بازی ها، خنده ها، و شاید اشک های کوچک. کمی جلوتر بیا و به نوجوانی برس. شور کشف کردن، رویاهای بزرگ و قدم‌های لرزان. کمی جلوتر بیا و جوانی، تصمیم ها، عشق ها، شکست ها، و لحظات پر از امید. کمی جلوتر بیا، بزرگسالی، استرس ها، نگرانی ها، تلاش ها، رسیدن ها، دغدغه ها، شادی ها، و شاید آرزوهای برآورده شده. به تمامی این قصه ها نگاه کن و به گذرا بودن تمامی احوالات و احساسات دقت کن. و امروز این لحظه تو اینجایی
با تمام قصه‌ای که تا امروز نوشتی. به تمام این مسیر نگاه کن و آرام در دلت بگو سپاسگزارم برای هر قدم، هر تجربه، هر انسان. میبخشم و رها میکنم تمام آنچه به واسطه ذهن آلوده و ناآگاه با خود کردم و میبخشم و رها میکنم تمام آنچه به واسطه ذهن آلوده و ناآگاه دیگران با من کردند. من میبخشم و رها میکنم. من میبخشم و رها میکنم. امید که بخشیده شوم اگر به واسطه ذهن آلوده و ناآگاه موجب رنج دیگر موجودات شدم. امروز زمین شاهد جشن است، جشن زندگی، تولدی برای همه ما. امروز نور شمع یادآور نور اولین لحظه تولد ماست. امروز زمین شاهد است که هر کدام از ما دوباره زاده می شویم، با قلبی تازه، رؤیایی تازه، نوری تازه. حالا ازت میخوام توی ذهنت یک نور گرم و طلایی رنگ رو تصور کنی که وارد قلبت میشه. این نور همان نیت تازه توست. همان هدیه‌ای که امروز به خودت میدی. هر دمی که میگیری این نور پررنگ و پررنگتر میشه و با هر بازدمت تمام تاریکی ها رو میشوره و میبره. آرام در دلت بگو من آماده‌ام برای آغازی تازه. 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 و حالا این نور رو نگه دار و بگذار همراهت باشه. این نور همان نیت توست. این نیت میتونه عشق باشه، میتونه شفقت باشه، میتونه خدمت کردن باشه و یا هر چیزی که دوست داری. و هر روز به یاد خودت بیار اون نیتی که کاشتی و از این نور مراقبت کن.
با احساس قدردانی از همه معلمانم و از تمام کسانی که در این جهان تاریک چراغی شدند برای نجات ما از ظلمت. با قلبی سرشار از سپاسگزاری از تمام همراهانم که با حضورشون در این مسیر موجب دلگرمی من شدند و با احساس قدردانی و شکرگزاری از خودم که با همه شلوغی‌های زمانه زمانی رو برای کیفیت بخشیدن به ذهن و درک حقیقت وجودی من صرف کردم و آرزو می کنم تشنه‌ای باقی نماند، گرسنه‌ای باقی نماند و آرزو می کنم بیماران شفا یابند، بیماران شفا یابند، بیماران شفا یابند و آرزو می کنم که هیچ کجای جهان موجودی در رنج نباشد و آرزو می کنم تمامی موجودات، انسان یا غیر انسان، نزدیک یا دور، کوچک یا بزرگ، دیدنی یا نادیدنی، آنها که هستند و آنان که خواهند آمد، شاد، سالم، ایمن و به دور از رنج باشند. حالا به آرامی انگشتانت رو تکون بده، شانه‌هات رو تکون بده و هر موقع آماده بودی میتونی چشمات رو باز کنی و به شمعی که روشن کردی نگاه کنی. امروز تو دوباره متولد شدی و زمین شاهد این آغاز تازه توست. ممنون که با من همراه بودی. از قلب من به قلب تو. نماسته.